بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و موالاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت. در این برنامه همچنان مثلی که در دو برنامه قبل در مورد این صحبت کردیم که ولایت تکوینی خاصه الله سبحانه و تعالی است و فقط از آن الله تبارک و تعالی است. در این برنامه باز به یک موضوع دیگر که ارتباطی به این دارد خواهیم پرداخت که همانا این است که الله سبحانه و تعالی آیات را در قرآن عظیم الشان بیان می کند مبنی بر این که ولایت تکوینی الله متعال از دیگران نفی می کند و آن را می گوید که دیگران ولایت تکوینی ندارند، دیگران قدرت و تصرف در کائنات را ندارند، در عالم تصرف ندارند. مثلا الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید: لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم فانهم ظالمون. اول پروردگار سبحانه و تعالی از پیامبرش صلی الله علیه و سلم نفی می‌کند که پیامبر من نمی‌تواند چنین کاری انجام بدهد. پیامبری که محبوب الله است، پیامبری که رسول الله صلی الله علیه و سلم که هیچ پیامبری، هیچ احدی در مقام پیامبر علیه السلام قرار گرفته نمیتواند. مقام پیامبر ما صلی الله علیه و سلم از مقام همه انبیا و همه انسانها و همه بشر و همه آنچه که خداوند آفریده بالاتر است در نزد الله. اما با این وجود پروردگار سبحانه و تعالی میفرماید: لیس لک من الامر شیء. ای پیامبر، چیزی از کار در دست تو نیست، هیچ کاری در دست تو نیست. الله متعال اگر بخواهد توبه اینها را قبول می کند و اگر الله بخواهد اینها را عذاب می دهد و این در دست الله سبحانه و تعالی است و تو در این مورد قدرت و توانایی نداری. برای پیامبرش میگه، پیامبری که گفتیم هیچ احدی از مخلوقات، هیچ چیزی از مخلوقات به درجه او نمیرسد، فقط بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. با این وجود الله سبحانه و تعالی به پیامبرش به صورت صریح میگه و ولایت تکوینی را از پیامبرش نفی میکنه، تصرف را از پیامبرش نفی میکنه، عذاب دادن و توبه پذیرفتن را از پیامبرش نفی میکنه. در آیت دیگر الله سبحانه و تعالی باز هم در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید در سوره مبارکه جن: قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اولا اینکه الله سبحانه و تعالی در آیت 188 سوره مبارکه اعراف میگه که اول از خود پیامبر این مالکیت و این تصرف را نفی میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند من تصرف ندارم. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. الله سبحانه و تعالی میگوید ای پیامبر بگو برای این مردم که لا املک لنفسی، لا املک لنفسی، برای خودم من توانایی ندارم و اختیار ندارم که نفع برسانم یا ضرر را از خودم دفع بکنم، مگر آنچه که پروردگار سبحانه و تعالی بخواهد از من دفع بکند یا جلب نفع بکند بر من. در این آیه پروردگار سبحانه و تعالی میفرماید، در این آیه مبارکه سوره جن الله متعال میفرماید: قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. من پیامبر، ای پیامبر بگو که من پیامبر لا املک لکم، برای شما اختیار ندارم، برای شما تصرف ندارم، ضرا ولا رشدا، نه ضرری را و نه هدایتی را. من نمیتونم شما را هدایت بکنم و نمیتوانم که شما را ضرری برسانم. هدایت به دست الله است. پیامبران الهی هادیان به چی معنا؟ به این معنا که وسیله هستند برای هدایت، یعنی این که راه را برای ما نشان میدهند، اما این که ما را به مقصد برساند فقط الله است. به مقصد هدایت فقط الله میرساند، نه کسی دیگر. نمیتواند کسی دیگر این کار را انجام بدهد.
بناهن پروردگار سبحانه و تعالی از زبان پیامبرش میگه که ای پیامبر تو برای این مردم بگو که قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، من پیامبر برای شما نمیتوانم نمیتوانم ضرر را شما دفع بکنم و نمیتوانم شما را هدایت بکنم. قل انی، ای پیامبر بگو که من لن یجیرنی من الله، لن یجیرنی من الله احد، نمیتواند کسی، هرگیز نمیتواند کسی من را از خشم پروردگار نجات بدهد. اگر خدا خواسته باشد که بر من خشم بگیرد، کسی نمیتواند من را از خشم پروردگار پناه بدهد و نجات بدهد. پیامبر از این گونه حرف میزند. این شیخ نیست، این ولی از اولیای خدا نیست، پیامبر است. پیامبری که همین قرآن بر او فرستاده شده، پیامبری که بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر این پیامبر این گونه میگوید تا برای من و تو بفهماند که پیامبر را ما مالک نفع و ضرر ندانیم، پیامبر را متصرف در کائنات ندانیم. بعد الله متعال میفرماید از زبان پیامبر که پیامبر بگو که ولن اجد من دونه ملتحدا، من پناهگاهی غیر از الله سبحانه و تعالی نمییابم. الله متعال هست که مرا پناه میدهد و غیر از الله سبحانه و تعالی پناه دهنده دیگری وجود ندارد. این پیامبر صلی الله علیه و سلم است که این گونه حرف میزند. بعداً پروردگار سبحانه و تعالی میفرماید ای پیامبر تو بگو، این از زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم، الا بلاغا من الله و رسالاته، من یک تبلیغ کننده و رساننده دعوت و رسالت هستم. و من یعص الله و رسوله فإن له نار جهنم خالدین فیها ابدا، هر کسی که از فرمان و دستور پروردگار سبحانه و تعالی و پیامبرش که مبلغ این رسالت از جانب الله هست بشود، مخالف آنها و نافرمان آنها بشود، فإن له نار جهنم، برای او آتش جهنم می باشد، آتش دوزخ می باشد، خالدین فیها ابدا، این انسان در آن جاویدان می مانه. سوره جن آیات 21 22 و 23 سوره مبارکه جن. و همچنین الله سبحانه و تعالی در جای دیگر در سوره مبارکه احقاف می فرماید که قل ارائیتم، ای پیامبر صلی الله علیه و سلم بگو برای این مردم، شما آیا فکر کرده اید، آیا متوجه شده اید که ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلق من الارض، این افرادی را که شما غیر از الله، این چیزهایی را که شما غیر از الله سبحانه و تعالی عبادت میکنید، این سنگ و چوب و انسانهایی که شما غیر از الله عبادت میکنید، یا ای کسانی که شما در امروز هستید، کسانی که شما امروز ادعا میکنید که صاحب فلان قبر فلان کار را انجام میده، تویی که این قبر را عبادت میکنی یا صاحب قبر را عبادت میکنی و از آن کمک میخواهی که کمک خواستن خواسته ای الله هست، تویی که این کار را انجام میدهی، ارونی ماذا خلق من الارض، نشان بده که اینها چی آفریدن از زمین، انسانی آفریدند، حیوانی آفریدند، حتی حشره آفریدند، حتی یک مگسی آفریدند، حتی یک پشه آفریدند، حتی یک بال پشه آفریدند. از اینها گذشته آیا برای خود نفع را توانستند برسانند؟ آیا توانستند از خود ضرر را دفع بکنند؟ نه والله، نتوانستند و نمیتوانند و نخواهد توانست. ام لهم شرک فی السماوات، الله سبحانه و تعالی به صورت صریح با ما حرف میزند. آیا اینها در آفرینش با الله شریک هستند؟ اینها چیزی مستقلا آفریدند و یا چیزی با الله شریک شدند که بیافرینند؟ نه والله، اینها شریک الله نیستند که با خلقت الله سبحانه و تعالی شریک باشند. خب وقتی که این چنین است، ای مشرکین، ای مبتدعین، ای افرادی که شما برای غیر الله سبحانه و تعالی میخواهید ولایت تکوینی ثابت کنید، وقتی که این چنین است، ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم، اگر این گونه هست شما بیارید که در کتابی که قبل از این باشه، در کتابی هست، در کتاب گذشتگان، در کتابهای گذشتگان آیا همچون چیزی وجود داشته؟ آیا همچون چیزی وجود داره؟ دلیل بیارین. اگر شما راست میگین همچون دلیلی بیاورین، که مشرکین نمیتوانند دلیل بیارن. چی دلیل میآورند؟ میتوانند دلیل بیارن که الله گفته باشه که فلانی با من شریک است، نعوذ بالله، مثل که امروز عده
قطب دارند، اوتاد دارند، غوث دارند. هر کدام اینها نامهای عجیب و غریب به اینها ساختند. حتی بعضی از اینها معتقدند که نعوذ بالله این انسانها، قطبها، زمین را در تحت تصرف اینهاست. زمین در تحت تصرف اینهاست. آیا اینها شریک الله هستند؟ آیا اینها در تصرف الله سبحانه و تعالی که الله متعال سبحانه و تعالی زمین و آسمان و همه اینها را تصرف می کند، اینها هم با الله شریکند؟ آیا نعوذ بالله الله متعال ضعیف، ناتوان مانده که از بندگان خود کار بگیره که اینها تصرف بکنند، اینها محافظت بکنند زمین را؟ نه والله، این گونه نیست. بلکه این مشرکینند که به الله سبحانه و تعالی دروغ نسبت میدهند. اینها هستند که به الله سبحانه و تعالی چیزهایی را نسبت میدن که الله از آنها خبر ندارد. الله متعال سبحانه و تعالی میگه به این موضوع فکر بکنید. شمایی که غیر از الله متعال را عبادت میکنید، شمایی که غیر از الله سبحانه و تعالی را فرا میخوانید، آیا اینها چیزی آفریدند؟ نیافریدند. اینها تصرفی دارند؟ ندارند. پس وقتی که اینها تصرفی ندارند، اینها کاری کردن نمیتوانند، اینها لیاقت پرستش را ندارند. اینها لیاقت این را ندارند که کسی آنها را عبادت بکنه و پرستش بکنه. و همچنین در سوره مبارکه فاطر آیت 40 و آیت 41 سوره مبارکه فاطر الله سبحانه و تعالی باز هم در این مورد اشاره میکنه که اجازه بدین یک میان برنامه ببینیم و بعدا این آیه را چون طولانی هست به خدمت شما تلاوت خواهم کرد. رساله حق، اسلام ناب به دور از خرافات. بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بینندگان عزیز و گرامی، آیت سوره مبارکه فاطر را به خدمت شما تلاوت می کنم. آیت 40 و آیت 41 سوره مبارکه فاطر. الله سبحانه و تعالی می فرماید: قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ام آتیناهم کتابا فهم علی بینة من بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا. الله سبحانه و تعالی میفرماید ای پیامبر ما، بگو که شما آیا به این اندیشیده اید، به این فکر کرده اید، به این توجه کرده اید، به این را دیده اید که شرکاءکم الذین تدعون من دون الله، کسانی را که شریکانی که شما غیر از الله سبحانه و تعالی آنها را فرا میخوانید و آنها را عبادت میکنید، ارونی ماذا خلقوا من الارض، نشان بدهید اینها چی آفریدند، چی آفریدند از زمین. ام لهم شرک فی السماوات، آیا اینها در خلقت آسمان ها شریک بودند، شرکت داشتند؟ نه، شرکت نداشتند. اما آتیناهم کتابا، آیا به اینها کتابی آمده، حجتی آمده، دلیلی آمده، فهم علی بینة من، که اونها بر این حجت و بر این دلیل باشند؟ از جانب خدا چون این چیزی آمده، از جانب خدا دلیلی آمده که اینها شریکان خدا هستند، از جانب خدا دلیلی آمده، چیزی آمده که اینها در کون و در زمین و آسمان و در تمام مخلوقات اینها تصرف داشته باشند؟ کجاست این دلیل؟ کجاست این دلیل؟ آیا همچون دلیل وجود داره؟ نه. الله سبحانه و تعالی میگه بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بلکه این انسانهای ظالم و مشرک همدیگر را وعده های دروغین و فریب انگیز میدهند. دروغ میگویند، اینها دروغ میگویند، نه دلیل دارند، نه هم میتوانند ثابت بکنند که غیر از الله سبحانه و تعالی تصرفی دارد و دخل و تصرفی در
مخلوقات و در کائنات دارد. بعدا الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الله یمسک السماوات والارض. الله سبحانه و تعالی آسمان ها و زمین را نگه داشته و نگه می‌دارد. آنها را الله سبحانه و تعالی نگه می‌داره. ان تزولا، این که آنها بلغزند، این که آنها خراب بشن، این که نابود بشن. ولئن زالتا، اگر اینها نابود بشن، اگر اینها بلغزند، این آسمان ها و زمین، ان امسکهما من احد من بعدی، آیا کسی هست که اینها را نگه بداره؟ آیا کسی جز الله سبحانه و تعالی میتوانه اینها را نگه بداره؟ نه، نمیتوانه. نمیتوانه که اینها را غیر از الله سبحانه و تعالی نگه بداره و آنها را باز بداره. اگر الله متعال خواسته باشه آسمان ها و زمین را نابود کنه، قطب میتونه که آسمان و زمین را نگه بداره؟ یا اوتاد میتوانند که زمین و آسمان را نگه بدارن؟ یا امام میتونه زمین و آسمان نگه بداره؟ امام زمان میتونه امام زمین و آسمان را نگه بداره؟ نه بابا، کی میتواند زمین و آسمان را نگه بداره؟ الله سبحانه و تعالی میگه که اگر این زمین و آسمان را الله سبحانه و تعالی حفظ میکنه، نگه میداره، اگر الله متعال سبحانه و تعالی نگه نداره اینها میلغزه. اگر بلغزه اینها نمیتونه، کسی نمیتونه اینها را نگه بداره. از این واضحتر، از این شفافتر الله سبحانه و تعالی کاملا نفی میکنه از دیگران که دیگران ندارن این قدرت و توانایی را. اما عده جاهل و عده غافل و عده ظالم میان میگن نه، غیر از الله کسانی دیگری هم هستن که تصرف دارن، دخل دارن در این مورد. نعوذ بالله. در سوره مبارکه رعد آیت 16 الله سبحانه و تعالی میگه که قل من رب السماوات والارض. بگو ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، رب آسمان ها و زمین، خالق آسمان ها و زمین چی کسی است؟ قل الله، خودت بگو که الله هست. الله هست که آسمان ها و زمین را خلق کرده، الله هست که آسمان ها و زمین را نگه می‌داره. و الله سبحانه و تعالی در ادامه می‌فرماید قل، ای پیامبر بگو، آیا شما غیر از الله سبحانه و تعالی را اولیاء قرار می‌دهید؟ غیر از الله سبحانه و تعالی کارساز قرار می‌دهید، ولی قرار می‌دهید که بگویید این تصرف داره، متصرف و کارساز قرار می‌دهید؟ لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. اینها برای خودشان هم مالک نفع و ضرر نیستند. این معبودانی که شما عبادت میکنید اینها برای خود نمیتونن نفع و ضرر برسانند، چی برسه به این که آنها آسمان ها و زمین خلق بکنند؟ هرگیز ابدا نمیتوانند که چون این کار انجام بدن. پس با این وجود الله سبحانه و تعالی با صراحت کامل تصرف و ملکیت آسمان ها و زمین را از غیر خود نفی می کند و می گوید که کسی دیگر غیر از من دخل و تصرفی در اینها ندارد. کسی دیگر غیر از من نمی تواند که آنها را تصرف کند، یا زمین را نگه بدارد، یا آسمان را نگه بدارد، یا به انسانها روزی بدهد، یا انسانها را حفظ کند، یا مخلوقات را حفظ بکند. بلکه پروردگار سبحانه و تعالی است که همه اینها را حفظ می کند و پروردگار است که همه اینها را نگه می دارد و همه آنها در تحت تصرف و ملکیت ذات اقدس الهی می باشد. آیات دیگری هم در این مورد وجود دارد که ان شاء الله باز هم به این آیات خواهیم پرداخت تا هرچی آیات قرآن بیشتر خوانده بشه. آیات قرآن عظیم و شان برای ما موضوع را واضحتر و واضحتر میکنه که ما عقیده خود را بفهمیم، عقیده سالم و درست اسلامی را بفهمیم و از شرکیات و کفریاتی که سر راه ما قرار میگیره از آنها دوری بجوییم. تا برنامه دیگر همه شما را به الله پاک بی همتا سپرده و از خدمت شما رخصت میشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.